موج دوم بارش‌ها از فردا شب آغاز می‌شود. منتظر میمونیم برای موج دوم فعالیت سامانه بارشی که موج دوم بارش‌های بیشتری رو داره نسبت به موج اول. در واقع ما منتظر اون موج دوم هستیم. این هشدار سطح قرمز در موج دوم خودنمایی میکنه. ما انتظار داریم که از اواخر روز پنجشنبه، یعنی از بعد از ظهر پنجشنبه نزدیک غروب حدوداً، نقاط جنوبی استان بارش‌ها آغاز بشه و تمام مناطق جنوب استان و نقاط مرکز استان به تدریج برای پنجشنبه شب بارش‌ها رو خواهیم داشت. بارش‌ها به نسبت چیزی که فعلا دارن نقشا نشون میدن برای پنجشنبه شب بارش‌های به نسبت خوبی هستش و برای شیراز هم انتظار بارش‌های خوبی رو برای پنجشنبه شب خواهیم داشت که این بارش‌ها تا روز جمعه ادامه داره برای نقاط جنوب و مرکز استان، از جمله در شیراز. نقاط شمال استان هم در موج دوم همچنان بارش‌ها رو خواهند داشت. در موج دوم سامانه بارشی نقاط شمالی استان بارش‌ها به شکل کاملا برف هستش و مقدار بارش برف هم خوب است. به لحاظ در واقع سانت‌های برف اعداد بالایی رو ما قطعا خواهیم شنید در مناطق شمالی استان و به هر حال برای شیراز هم هیچ بعید نیست که در موج دوم در سمت غرب شیراز بارش‌های برف خوبی رو داشته باشیم. در شیراز نقاط مرکز و شرق شیراز خیلی انتظار بارش برفی نداریم، اما در غرب شیراز بارش برف هستش، بارش برف و باران هستش در موج دوم فعالیت سامانه بارشی. همراه این سامانه بارشی در موج دوم رعد و برق و تگرگ رو هم به ویژه در نیمه جنوبی استانمون خواهیم داشت. نهایتا این سامانه بارشی روز شنبه، در واقع صبح شنبه میشه گفت کم کم در استان فعالیتش تمام میشه.